عدالت اینجا نیست. عدالت میبود سودیا به نظر میگرفت که همش بزرگ در اساس قانون فهمون که انا این قانون پروکرور اهمیت نداده نظارت سوستی پروکرور را اینجا سودیا گرفت همین چشمش داد که هیچ چیز را گویا ندید. وقتی حاضر سودیا میگه فشار نبود و عادت داد کفالت داد که سود عدالتانه میشود معلوم بود که فشار بوده. مثلا همین روچکای ژورنالیست گرفتند این سود. هر روز در تگیده فضای آزاد نبود. از چی فضای آزاد معلوم نیست که تگیده هیچ وقت اتوماتیک نداشت. تا این وقت نهی می اومد نهی یکم وقت اتوماتیک نبوده اینجا. امروز اتوماتیک آوردن، ملیسا آوردن. انا آوازی با نگاه کنید تمام جمعیت فقط در تلویزیون خود آواز بزرگ میر نمیبروید. فقط سری خمسه یا که کادر کلام گرفتن که کتاب قرآن حتی میاد. ما که نگاه میکنم ابجکتیو تا کالای بزرگ میاد کتابش نمیاد میگم. چی خیباور بود بچه من؟ هیچ خیباور نیست بچه من. بچه من در دولت میخواد کار کنه. امانی را دوست میدارم. نه اینکه خیر که در قفس بدازن اتومات بگیرن پیش روی ما بستن. هر روز اتومات نبود این روز اتومات آوردن خصوصا که مردم بترسن. سود کفالت دادن که سود وای میشه سپراwiedliwy میشه. ما کفالتی و آدم باور کردم من پدرم برای گرام رفتن میگه. مشکلاتی کاساسیون می نویسن در دوره سودی اولی حکم سود به نظرتون چگونه بود؟ بسیار واضح. تو کشتگی میکنه.